پیرمردی از روستا 1 کیلو کره میگیره و به شهر میاد. از یه مغازه‌دار میخواد که با 1 کیلو شکر عوض کن. مغازه‌دارم همین کار رو انجام میده. دفعه بعد پیرمرد 1 کیلو کره میگیره و میاد با یه اجناس دیگه عوض کن. صاحب مغازه بهش میگه پیرمرد، کره‌ای که واسم آوردی با ترازو کشیدم، 1 کیلو نبود، 900 گرم بود، کم کشیدی. پیرمرد میگه من تو خونه سنگ ترازو ندارم. شکری که بهم دادی به جای سنگ ترازو استفاده کردم و هم وزن همون شکر کره کشیدم. نکتهش اینجاست، هم وزن همون شکر کره کشیدم. میخوام اینو بهتون بگم، به هر دستی که بدی از اون دست پس میگیری. تو این اوضاع جنگ هوای همو داشته باشیم. پولی که از گرون فروشی به دست میاری، پولی که از احتکار به دست میاری، خدایی نکرده اتفاقی تو خونتون بیفته، خودتون همون پول نابود میشه. خواهش میکنم تو این وضعیت جنگ مواظب همدیگه باشیم. یا